گنجی که صاحبش را هلاک نمود. باری عیسی علیه السلام با یک یهودی به سفری دوری برآمد. در نزد عیسی علیه السلام 3 نان بود و او این نانها را به آن یهودی داد و گفت این نانها را نزد خود نگه دار. اما آن یهودی پس از کمی راه گرسنه ماند و یک نان را پناهی خورد. عیسی علیه السلام هنگام نشستن برای استراحت از او نانها را طلب نمود. یهودی 2 نان را برآورد و به عیسی علیه السلام برگرداند. عیسی علیه السلام پرسید یک نان دیگر کجا شد؟ مگر من به تو 3 نان نداده بودم؟ نه تو به من 2 نان داده بودی، گفت در جواب یهودی. پس از مدت آنها راه خود را ادامه دادند. در اثنای راه یهودی از عیسی علیه السلام بسیار معجزه های دید که او را به حیرت گذاشت و پس از هر یک معجزه عیسی از او میپرسید از برای الله که به تو این معجزه ها را نشان داد بگو که با آن یک نان دیگر چه کردی؟ اما یهودی در دروغش سخت پایبند بود و میگفت تو به من 2 نان دادی. همین طور روزی در اثنای راه 3 خشت طلایی یافتند. یهودی زود به عیسی علیه السلام گفت این طلاها را میان ما تقسیم کن. عیسی علیه السلام چنین تقسیمات نمود: یکی از این طلاها از من، دیگری از تو، 3مین خشت طلا برای آن نفری است که نان 3م را خورده است. یهودی زود با خرسندی گفت این من آن 3مین نان را خوردم، پس این خشت طلایی نیز حق من است. عیسی علیه السلام به او گفت دور شو از من. پس از دیدن این قدر معجزه هایی که از بزرگی الله نشانه های برعلا بودند تو به دروغت قائل نشدی و توبه نکردی، اما به دیدن این طلایی که در نزد او قدری ندارد به دروغت قائل شدی. سپس او یهودی را با اون طلاها بگذاشت و رفت. مدت پس به نزد آن یهودی 3 غارتگری آمدند. آنها او را کشته طلاها را از خود کردند. چون غارتگران سخت گرسنه بودند، یک نفرشان را برای خریدن خوراک به شهر روان کردند و گفتند اول خوراک میخوریم و سپس این طلاها را برابر تقسیم میکنیم. زمانی که غارتگری 3م از چشم ناعیان شد، این 2 غارتگر میان خود مصلحت کردند و ما چی لازم که این طلاها را میان 3 کس تقسیم کنیم؟ وقتی که او خوراک بیارد او را کشته این طلاها را بین خود میگیریم. اما نفری که از برای خوراک رفته بود در راه به خود فکر کرد اگر من آنها را کاری کرده بکشم همه طلاها به خودم میماند. با این فکر او خوراک خرید و به این خوراک قدر زهر همراه کرد و به نزد رفیقانش برگشت. چون غارتگری 3م به نزد همراهانش رسید، آن 2 نفر برجستند، او را بکشتند و نشستند و خوراک آورده‌اش را خوردند. اما چون اون خوراک زهرآلود بود، این 2 نفر نیز همانا هلاک شدند و آن طلاها بی صاحب ماند. عیسی علیه السلام هنگام بازگشت جسد آن نفران را دید و سخت در حیرت ماند. این زمان جبرئیل علیه السلام با او از قصه بالای
یهودی گذشته و چطور هلاک شدن این سه راهزن را نقل کرد.